درود به شما. درود آقا پویا، خوب هستین؟ خوبی خانم؟ تو خوبی شما؟ چطوری خوبی؟ مرسی. شما خوبین؟ من الان دست و پام داره میلرزه، باورم چرا؟ نمیشه که چرا این اتفاق بیفته. اصلا لایف باید اینجوری بشه. اصلا حالم چجوری خرابه باید بشه؟ اینقدر. شانسش باده. از اون یه دفعه زلزله خوردیم به زلزله و از اون ور بذاری دست صحبت کنم. زلزله اصلا همش انگار دست به دست هم داده که حال من خراب. خانم آرزو داشتید میگفتی، خب شما خود از خودتون بگید ببینم چی مشکلتون، چی شده بله. عزیزم؟ تعریف. من اول خیلی تشکر میکنم ازتون آقا پویا. واقعا من مامانم 3 ساله که پیجتون رو دنبال میکنه. من موقعی که استانبولم بودم لامصب همین که رفت پایین تصویرم ناگه مثل آینه شد، شفاف کلا شد اصلا. آره تروریست تصویر من این دختره پارازیت. به خدا. بعد میاد بالا تر بزنه تو لایف بره پایین. آره داشتم میگفتم مامانم اومده بود تقریبا 3 سال پیش بود. مامان 3 سال پیش اومده بود ترکیه پیشم بهم سر بزنه. 3 ماه پیشم بود. بعد ما معمولا میذاشتیم کلیپای شما رو میدیدیم. بعد من از اون موقع حس کرده بودم کم کم منزوی شدم از تمام دوستای خوبم، یعنی کل دوستای بچگیم، دبستان، راهنمایی. من با همه اینا قطع ارتباط کردم و کلا اصلا به من روزی 10 بار زنگ میزدن. آرزو نگرانتیم، آرزو چرا جواب نمیدی؟ من پیاماشون رو میدیدم و واقعا دلم میخواست باشون حرف بزنم، ولی انگار یه چیزی جلوی منو میگرفت. اصلا اجازه نمیداد به من با دوستام ارتباط بگیرم که از مامانم سراغ منو میگرفتم. مامانم گفت مثلا فلانی آرزو حالش خوبه، نگرانش نباش، منم باهاش صحبت میکنم، حوصله نداره. مامانم اومده بود اونجا، ما هم کلیپای شما رو میدیدیم. اتفاقی برای من نمیافتاد. البته چون از اول من تو چشاتون که نگاه میکردم همیشه مامانم میگفتم از چشای آقا پویا میترسم، یه جوریه. ولی اصلا من تو وادی این چیزا نبودم. گفتم بابا افسرده شدم، حالم بده. تا اینکه کی بود فکر کنم دقیقاً قبل یه 2 هفته پیش داشتیم یکی از لایواتون رو نگاه می‌کردیم، پاکسازیتون رو، که خیلی هم اوکی بودم. بعد چند روزم بود با مامانم خیلی دعوا می‌کردم. مامانم شک کرده بود. داشتیم لایوتون رو می‌دیدیم، توی همون لایو که یهو به زبون خدا از جنه صحبت می‌کنید، تا یهو به اون زبون صحبت کردید، من خیلی عادی داشتم نگاه می‌کردم. تا به اون زبون صحبت کردید یهو موهای بدنم سیخ شد، اصلا یهو نفس تنگی گرفتم، پا شدم چراغو رو روشن کردم، گفتم مامان میترسم، قطعش کن. گفتم قطعش کن. همونجا ویدیو رو قطع کرد. گریه می‌کردم، می‌لرزیدم. بعد یکم آروم شدم. دوباره مامان گفت آرزو می‌خوای قطع کنم نبینیم؟ گفتم نه مامان بذار ببینیم، من الان دارم میفهمم که چمه. تازه دارم میفهمم که این مشکلات من ماوراییه، وگرنه چرا مامانم با صدای شما چیزی بهش مثلا احساسی بهش دست نداد. دوباره بار دوم دوباره اون اجنه جواب نمیداد. شما می‌خواستی اذیت کنی، مثلا بخوای چیز کنی جواب بگیری ازش. دوباره به اون زبون صحبت کردیم. دوباره هم خانومی که میگفتیم برو شوهرتو صدا کن نمیرفت. دوباره با اون زبان که صحبت کردید من دوباره اونجوری شدم، مورمور شدم، دوباره گریم گرفت تا اینکه اصلا نفس تنگی گرفتم دیگه. کامل قطع کردیم لایو. بعد اصلا من با مامان بابام خیلی خوبم از بچگی. کلا من خیلی رابطم باهاشون خوب بود. الان با مامانم من تو پیجم کلی کلیپ میذارم. به ظاهر الان خوبم با مامانم، ولی تو خونه همش با مامانم دعوا دارم سر چیزای الکی. سر مثلا اون روز جورابش دستش بود، چون پاهاشو وازلین میزنه جوراب میکنه باش، میخواست بره حمام، جورابش دستش بود، داشت تو خونه میچرخید، میخواست بره تو حمام بشوره. من یهو برگشتم گفتم مامان چرا جوراب دستت داری میچرخی؟ یهو برگشت قاطی کرد. آخه هی سر چیزای الکی بهش گیر میدم. یهو برگشت گفت وا آرزو بسته دیگه، شورشو درآوردی. مگه من به تو میگم چرا موهات فره، چرا موهات صافه، چرا با فلانی صحبت میکنی دیگه؟ اصلا از خیلی و از وقتی که من اومدم اینجا، الان من 4 ماه اومدم پیش مامانم. توی این 4 ماه، عین این 4 ماه ما همش دعوا داریم. بابام جدا شدن 10 سال پیش. باز طلسم و دعا تو زندگیمون بود. من و مامانم تو جیب، تو لباسای بابام، تو کیفش. حتی ما ترامبولین داشتیم تو پارک، از این وسایل ورزشی که بچه‌ها میپرن. حتی زیر تشک‌های اونم ما دعا پیدا کرده بودیم. که خلاصه مامان بابای من جدا شدن و اصلا بابام هم دقیقاً همین جوری شده بود. بابای منم خیلی آدم آرومی بود. جوری شد که زد دماغ مامانم و شیکون. من توی اون دوران اصلا از صدای موتور بابام میترسیدم، انقدر بابام وحشتناک ببخشید یه لحظه خانم آترا، ببینید شما نتتون ضعیف شد، شما من انداختم پایین، نمیتونستید برید پایین. الان ایشون اومده داره صحبت میکنه، اجازه بدید هر وقت کارش تموم شد میارمتون بالا، شما ادامه صحبتتون رو انجام بدید. الان نمیتونم ایشونو بندازم پایین که شما رو بیارم بالا. بفهمید.
آره من یعنی قشنگ بابام حالتایی که من الان دارم، من چند روز پیش یه جوری عصبانی شدم، چاقو رو برداشته بودم میکشیدم رو دستم، بعد حالتی که اصلا بذارید بذارم اینجا که بتونم، حالتی که اصلا خودم نباشم چاقو رو اینجوری گرفتم اینجوری میکردم، مثلا یه جوری که خودم نیستم، یه چیزی داره حالت وحشیانه اون چاقو رو داده دست من داره مثلا میزنه، هنوز جاشم هست. این اسکرچر گربه‌مون رو ببینید، اینو مامانم درست کرده، اینو گرفته بودم آقا پویا، داشتم مینداختم اینجوری گرفته بودم، زورم انقدر زیاد شده بود در اتاقو زدم شیکوندم. صحبت واسه دقیقاً که این واسه چند روز پیشه که من به چند ستاره روز جون پیام دادم که بهتون گفتم من میترسم یه بلایی یا سر خودم بیارم یا سر مامانم. قبل تست بود. بعد آقا پویا از وقتی که من با شما صحبت کردم انگار تو چشای شما نمیدونم از یه چیزی ترسید، از یه زهره چشی گرفتید، چه اتفاقی افتاد، یا اینکه خودم درکش کردم که چیه، چون تا الان من فکر میکردم مریضم. من هر دکتری که شما بگید رفتم، مغز و اعصاب و روان، ام‌آرآی مغز حتی دادم، حتی گفتم شاید تیروئید دارم که اینقدر لاغر شدم، که مثلا دکتر بهم گفت اصلا تیروئید نداری، تا سالیان سالم نمیخواد بیای. دوبینی چشم پیدا کردم، چشام یهو تار میشه میرم تو خلسه. این تاری چشم هم من پریروز یه چیزی دیدم اصلا واقعا به معنی واقعی پرام ریخت. داشتم به گربم غذا میدادم و این چند روز خیلی اصلا سرگردونه، هی تو خونه بیقراری میکنه، هی این ور اون ور رو نگاه میکنه. داشتم بهش غذا میدادم یهو دیدم برگشت این ور رو نگاه کرد سمت تلویزیونو. کنجکاو شدم، به هیچم فکر نمیکردم چون هی بهم میگن فکر نکن، فکر کنی بیشتر میشه، منم فکر نمیکردم. این ور رو نگاه کردم، بعد گوشیم روی دسته مبل بود، صفحش رو به بالا بود، نور افتاده بود تو صفحه گوشیم. یا من چشم افتاد به صفحه گوشیم، چشام تار شد، حالت دوبینی. دوستان تاییدی بعد که میاد به خاطر اینکه ناظر گذاشتم، چیزی نترسید، همتون تایید کنید، آره چیز من یهو خاصی نیست. من اصلا نتوان سری زدم. آره اصلا آره صفحه گوشیم روی بالا بود، یهو آقا پویا چشام تار شد، صفحه گوشی یه جوری داره انگار داشت باز میشد، من داشتم فرو میرفتم توش. بعد کل اطرافم سیاه شد، من یه آدم قرمز تو صفحه گوشیم، یه آدم قرمز کامل کچل قرمز اینجوری وایساده بود با چشای سیاه ظاهر شد تو گوشیم. بعد از همون موقع میلو گربم همینجوری هی این ور اون ور نگاه میکرد، هی میچرخید، خودم هم ترسیده بودم، رفتم بغلش کردم، اینجوری نشسته بودم داشتم نگاش میکردم. بعد داشتم به چشاش نگاه میکردم، انگار یه چیزی بالا سر روبروی ما باشه، تصویرش بیفته تو چشم میلو، بعد من از تو چشم میلو تصویر اونو ببینم. همون لحظه که من دیدم میلو یهو پرید فرار کرد، رفت تو بالکن قایم شد. بعدش که رفت قایم شد من دوباره رفتم رو تخت دراز کشیدم، یه صدای نفس دم گوش راستم حس کردم. چقدر ترسناک نگاه میکنین. نه من حواسم به کامنت ها، حرفای شما هم دارم گوش میدم، بفرمایید شما. آره. بعد مثلا دوباره یه داستان دیگه، چند روز پیش که خونه دوستم بودم، قبلش با مامانم داشتیم صحبت میکردیم، هیچ مشکلی نداشتیم. من تا نزدیک خونه شدم، وارد شهرکمون که شدم، اصلا به دوستم گفتم نجلا من حالم بده، اصلا احساس دوباره لرزش و یه تپش قلب و یه حال بد گرفتم، که گفت آرزو آروم باش، چیزی نیست، بهش فکر نکن، حالت خوبه و الکی تلقین نکن. و رسیدم به پله های خونه، یه جوری تپش قلبم زیاد شده بود که حس می‌کردم قلبم داره از دهنم میاد بیرون. بعد مامانم باز کرد در و اینجوری سلام مامان چطوری، با خنده و اصلا خیلی روی خوش. من انگار من نباشم اینجوری داشتم خیلی چیز بهت زده نگاش میکردم. و گفت واه مامان چته، ما همین الان داشتیم نیم ساعت پیش با هم ویدیو کال صحبت میکردیم، داشتی پرنده دوستتو بهم نشون میدادی. مامانمو با دست زدم کنار، گفت آرزو چته، گفتم هیچی ولم کن حوصله ندارم. بعد میلو گربم اومده بود هی میپیچید به پر و پام، اونم زدم کنار، رفتم تو اتاق، رفتم جلو آینه وایسادم، گفتم آرزو داری چی کار میکنی؟ یهو بعد از چند اول اینکه شما بگو که چند سالته، 25 تا حالا ازدواج کردی؟ نه ازدواج نکردی؟ نه اصلا وقتم هم فکر کنم بسته شده وقتت هم بس. کلا. اصلا خودم میدونی من قبلا خیلی آدم شاد و اصلا همش این ور اون ور باشم و کلی دوست داشته باشم، یهو کلا از همه چه دختر چه پسر فرقی نمیکنه، کلا از همه دور شدم، کلا آدمای زندگیمو از دست دادم، اینجوری میشه گفت. پدر مادرم هم دیگه الان نمیتونم ولشون کنم، وگرنه پیششون که هستم همش دعوا دارم. من با مامانم قبل همون تست دعوامون شد، انقدر من حالم بد شد آقا پویا
10 دقیقه من دستام این حالتی قفل شده بود، انگشتام از هم دیگه باز شده بود، کج و ماوج مونده بود. بعد 10 دقیقه همینجوری قفل مونده بودم، دهنم باز مونده بود، انگار یکی فک منو گرفته از بالا و پایین داره میکشه. قشنگ من 10 دقیقه تو اون حالت نشسته بودم، بعد تکیه داده بودم به دیوار، اینجوری دسته من مونده بود، دهنم من باز، بعد گردنم لخ شده بود، گردنم میچرخید. مامانم نشسته بود جلوم، میگفت آرزو چیکار کنم خوب شی؟ میگفتم منو بکش. میگفتم تو مامان میخوای من بمیرم، تو منو دوست نداری. چون اون لحظه هم که چاقو داشتم میزدم انگار یه چیزی مامان منو نگه داشته. مامانم منو خیلی دوستم داره، امکان نداره من چاقو بگیرم دستم بخوام بزنم اصلا اهمیتی نده. اصلا انگار یه چیزی مامانمو دراز کشیده بود رو تخت، اینجوری سرشو گذاشته بود رو دستش، اصلا اهمیتی به من نمیداد. که من یهو به خودم اومدم، چاقو رو انداختم، با دست خونی رفتم بالا سر مامانم. حالا دارم مامانمو میزنم، من لباسو تو تن مامانم پاره کردم، کل بدنشو کبود کردم که تو منو دوست نداری، تو نمیخوای من حالم خوب بشه. انقدر مامانم اینجوری کرد، یهو من قاطی کردم، دستام اونجوری قفل شد، دهنم باز موند. اصلا خیلی وحشتناک. بعد سرمو میکوبیدم به دیوار آقا پویا، بعد احساس میکردم سرم خیس شده داره خون میاد، بعد دست میزدم خون میدیدم کف دستم. بعد مامانم گفت خون نیست آرزو. بعد دوباره میزدم، گفت یعنی انگار داره میگه خون نیومد دوباره بزن. اصلا همچین حالتی داشتم. خیلی اتفاق خیلی عجیبی برام افتاده این چند روز. بعد از وقتی که من با شما صحبت کردم، یعنی دقیقاً میشه از وقتی که فهمیدم چیان، چون من تا الان فکر میکردم مریضم یا حتی ام‌آرآی مغز دادم، من یه لرزش بدی گرفتم. یعنی تا رفتم من کار ناخنکاری رو شروع کنم، تا قبلش من هیچ مشکلی نداشتم، تا رفتم کار ناخنکاری رو شروع کنم یهو دستام شروع کرد به لرزیدن. بعد الان این لرزش زده به بدنم جوری که گردن من عین پارکینسونیا دور از جون اصلا چپ و راست میشه، اصلا دست خودم نیست لرزش بدنم. میذارم آب برام بریزیم و مندرم خوشیه اصلا. آره از وقتی که فهمیدم اصلا میدونین یه جوری انگار انرژیم زیاد شده باشه دیگه، اون حالتام خیلی کمتر شده، لرزشم کمتر شده، پرخاشگریم کمتر شده. ولی از روز تست به بعد که من فهمیدم چیه دارم میبینمشون، خیلی دارم میبینمشون. تا قبل از تست من فقط یه بار همون ترکیه تو خونم دیدم که گفتم چند بار بختک افتاد روم، بعد از تو آینه کمد یه سایه بلند پشتم دیدم. با همون قبل تست که با مامانم دعوام شد، از روی تابلوی اتاقم یه سایه رفت بیرون و بعد از چند ثانیه دوباره همون سایه برگشت تو. و همون لحظه هم من اصلا بدنم داغ میشه، گر میگیرم، حرکتشون رو من توی بدنم حس میکنم. بعد رگای دستم الان نرماله، رگای دستم یه وقتایی یه جوری متورم میشه، هم رگای دستم و پام کلا بدنم یه جوری متورم میشه انگار رگای من الان میخواد بترکه از فشار. بعد بدنم داغ میشه، لرزش میگیرم، مثلا یه حالتی که اصلا نمیتونم رو پاهم وایسم. بیشترم وقتی که توی جمع قرار میگیرم، یعنی منو منزوی کرده کامل، مثلا دلم نمیخواد جایی برم با کسی ارتباط بگیرم. یا من دنسرم، من یه پیج من 6 سال پیش من 5000 تا فالوور داشتم، پیجم 80k 30k 40k ویو میخورد پستم. یعنی الان من باید یه چیز بالاخره شناخته و خوب میشدم، یهو راه منو بست، یهو تا من داشتم خوب میشدم یهو از همه جا قفلم کرد. بعد من خب ما با یکی مشکل داشتیم یه چند سال و دقیقاً از بعد از مشکلمون با اینا شروع شد این داستان. یعنی من حتی شک کم دارم، میدونم که کار اینا میتونه باشه. بعد یه چیز دیگه آقا پویا، من مام بابام که گفتم جدا شدن، مامانم خب نمیدونست اون موقع، رفت پیش دعانویس دعا گرفت که بابام برگرده به زندگی. بعد الان فهمیدیم که همون دعا میتونه برای خودمون اثر منفی بذاره و همون بخواد داغون کنه. که حتی بعد از اون داستان بابام آره مامانم رفتش دعا گرفت که زندگیمون خوب شه، با بابام آشتی کنن، بابام برگرده، که حتی این اتفاق افتاد. 6 سال دوباره مام بابام با هم بودن، دوباره جدا شدن. یعنی اون کار خودشو کرد، دوباره خارج شد، ولی هزار تا بدبختی دیگه روش اومد. بعد من بچه‌ام که بودم، نوزاد بودم، الان مامانم داره اینا رو بهم میگه اون موقع نمیدونستیم که. من خیلی گریه میکردم. بعد مثلا اینکه شمال بودن، منو بردن پیش یه دعانویس، برای من ناده علی رو نوشته بود، نمیدونم دعا گرفته بود که من گریه نکنم. و این دعا، این ناده علی تا 3 سال پیش تو بالش من بود که مامانم تازه در آورده، الانم دارمش. میگم اصلا
انگار تلس شده، هم اون بوده، هم بعد جدایی پدر مادرم بوده، هم دوباره مامانم رفته خودش دعا گرفته که زندگیش خوب شه، هم دوباره این کسی که به شک دارم بوده. یعنی اصلا انگار از بعد و تولد همش تو تلس چرخیده زندگی من. ولی این آخرش خب واقعا بگو بد بود. ببینم دختر، جان. تو 24 ساعت چند ساعت میخوابی؟ من شبا اصلا نمیتونم بخوابم. حتی چند شب پیشم با مامانم چشامونو میبستیم، مثلا با هم دیگه یه چیزای مثل هم میدیدیم. مامانم گفت آرزو الان اینه، گفتم آره، انگار یه چیزی موهاش مثلا داره باد میزنه. گفت آره. بعد آخرش تبدیل شد به یه فرشته که پاهای بلند داشت و باها زد رفت. که گفتم مامان من الان اینو دیدم. جواب گفت سوال من چرا نمیدی؟ من نمیخوابم. یه سوال اصلا. جواب سوال منو بده. نمیشه خب که من نخوابی که الان نمیتونی بشینی صحبت. تو 24 ساعت چند ساعت میخوابی؟ میخوابم 10 ساعت و 8 ساعت 10 ساعت رو میخوابم. میخوابی. دارم خواب مفیدو خب تو روز دارم، ولی بیشتر کابوس میبینی یا خواب خوب؟ بیشتر کابوس میبینم و یادم نمیاد. یعنی فقط یادمه که کابوس بود، تا یه جایشو یادمه ولی دقیقا یادم نمیاد چی میگه، یعنی چی میبینم. و الان کابوس میبینی ولی کابوسات آره، یادت نمیاد. و الان 3 تا از دوستام تو این چند روز با من تماس گرفتن، گفتن آرزو خوابتو دیدیم که حالت بد بود، پریشون بودی، داشتی میدویدی سمت ما بغلمون کنی، انگار کمک میخواستی. همون لحظه بعد دوستم از خواب بیدار شده بود. بعد من شب قبلش دقیقا خواب دیده بودم که یه جاییه مثلا یه 4 دیواری دورش کل دوستای قدیمیم که اصلا الان باشون در ارتباط نیستم با مانتوی مدرسه، یعنی از اون موقع من اینا رو به یاد داشتم، با مانتو و مقنعه مدرسه همه وایسادن دور اون 4 دیواری، من دارم میدوام دونه دونه اینا رو بغل میکنم. بعد دقیقا 2 روز بعدش دوستم زنگ زد گفت آرزو این خوابو دیدم. از کرمانشاه بهم زنگ زد گفت آرزو نگرانت شدم، حالت خوبه؟ براش تعریف کردم، گفتم اینجوری، اصلا نمیدونست داستانمو. براش تعریف کردم، مثلا گرخیده بود، نمیدونست چی باید بگه. بعد کبودی روی پای مامانم مثلا یه کبودی شد قشنگ یه چهره. عکسشو فرستادم برای ستاره جون. قشنگ همون روز حالا یه چیزی شده، حالا بجز تمام این قضایایی که تعریف کردی، تا حالا شده یه چیز غیر طبیعی توی خونتون ببینی مثلا؟ آره، من همین دیروز صبح تو اتاق خوابیده بودم، لای در باز بود، قشنگ یه چیز شبیه پرنده سیاه اندازه مرغ عشق دیدم پرواز کرد تو خونه. به مامانم گفتم مامان یه پرنده سیاه الان از جلوی یخچال رد شد. پرنده بود یا نبود؟ شبیه پرنده بود، یه چیزی شبیه پرنده یعنی بود. بال پرنده زد سریع نبود، رفت. شبیه پرنده پرنده بود. نبود پس ولی غیب شد یه بعدا سیاه توی اتاق. غیب شد، اومد، بعد من اومدم بیرون، اصلا هیچ یه لحظه پنجره از بنجره لای هیچی در هم باز نبوده؟ هیچی هم اصلا پنجره‌مو مامانت هم دید؟ مامانم ندید. نه، مامانم هیچی نمیبینه، تا حالا فقط شده اون یه حرارت چیزی رو. و تا حالا یه چیزی و تو و مامانت با هم دیگه همزمان ببینی؟ نه، فقط اون روزی که رو تخت مامانم دراز کشیده بودیم که گفتم جفتمون یه چیزی میدیدیم، مامانم همش حس لرزش داشت و اصلا حس سنگینی. من داشتم حس می‌کردم که میخوام از رو تخت بلند شم، در این حد حس سنگینی روم داشتم. مامانم هم حالش بد بود. مامانم حس میکنه ولی حالا نشده ببینه. هی میگفت که آرزو انگار دور صورتم بخاره، مثلا حالت حرارت و اینا مثلا، ولی ندیده چیزی تا حالا. ولی من قشنگ انگار عین موج دارن تو دست و پام حرکت مامانت هم میکنن. بگو بعد بیاد اینجا. مامان بگو بیاد. درود آقیا. درود به شما. خوبی خانم؟ متشکرم، مرسی. خوبی؟ سلامت باشی. شما چیزی نمیبینی؟ مثل دختره؟ نه نه خدا رو شکر. شما نه مامانش من چیزی نمیبینم. چی؟ بله. ماشاءالله. عینک تو بردار. منو تست کردین آقا بیا. چند سالتونه تقریبا 3 روز پیش شما؟ منم تست کرد. 50. ماشاءالله. مامان جوونی داری. مادر مثلا اگه خوبی به دارم. بذارم خدا زندگی آبجیب خوبی باشه. باشه، مثلا آبجیب بزرگت آره باشه. آره. اگه مادر بذارم زندگی نمیخواد. ولی خوبی واقعا باشه. انقدر رابطمون با هم بد شده الان، عاشقانه همو دوست داریم ها، بعد ولی 6 همش. سال دیدمش ولی اصلا همش با هم من از کردیم. ترکیه که اومدم مامانم تو فرودگاه گریه نکرد. مامانا گفت کلا آرزو هر روز بچه ها اینجوری هن، کلکل دارن همیشه. ولی خب قبلا اینجوری نبودیم. گفت آرزو هر روز تصویری حرف میزدیم، چرا باید گریه کنم؟ گفتم مامان یه گریه نکردی، من بعد از 4 سال اومدم ایران. انتظار من خودم هم داشتی جوشم مامانت گریه کنه؟ آره ولی تو خودم چه؟ داشتم. تو باباش گریه کرده به بود. قول معروف چی میگن به اینطور دخترها؟ میترسم
من یه خورده اصطلاحات فارسی خوب میترسم بگم اشتباه از آب در بیاد، اشکال معنی بدی بده. نداره درستش متأسفم. میکنیم مثل تو اگه چه بدونی. سلیطه‌ای هستی دیگه دختر. کی دوست داره مامانش گریه کنه آخه؟ نه منظورم یعنی نه آقا دلتنگی پویا، خوشحالی نه بس اینو مامانم هم حتی حس آخه میکنه میشه که حسش اگه نیست. مامان دلش تنگ نشده باشه واسه آقا چه پویا چیزی که من امکان خودم حس نداره. میکنم یه مدتی یه چند سالی هست که خودمم اون احساس مادرانه رو نسبت بهش ندارم. یعنی میگم مثلا اون روز که داشت با چاقو گفت علی میرم خودم میکشم، یه من چیزی خودم انگار نشم برم این بگیرم. وسط میخواد خراب کنه. آره یه چیزی داره نفرت یا جدایی میندازه بینمون. چون من اصلا پیش بابامم نمیرم، بابام 5 دقیقه خونش با ما فاصله داره، ولی فقط میاد دم در منو میبینه یا خریدی چیزی داشته باشم برام میاره و میره. ولی تو خونه میشینم گریه میکنم که دلم برای بابام تنگ شده، ولی میلی برفتم پیشش نداره. یعنی اصلا انگار یه نیروی منو رو کف بذار نگه من راحت داشته. صحبت کنم با صبر کن. این حس مادر حس چی داری بهش اگه حس مادرانه نداری عزیزم؟ اصلا فکر میکنم مثلا من خودم زندگی مثل بقیه نیست. نه یعنی اصلا نمیدونم من از این سوالو نه نپرسیدم، جواب احساس سوال منو بده. درونی خودم رو دارم میگم. جواب یا سوال نمیدونم خب منم حس دارم ازت من صمیمی من میگه چه حسی پس داری. حس خاصی ندارم. حتی احساس خاصی احساس خاصی ندارم. حتی اصلا حس نمیکنم مثلا دوستم باهاش. آه، اصلا خیلی خوب. نمیدونم چی ببین، بگم. آدم سرد شده. اجازه بده سردی نه اصلا خانوما. سردم هر چقدر شده باشه باز این حست باشه بین مامان آقا. برو بیرون از خونه. اجازه بدید من صحبت آقا یه کنم. در من انداز. یه دونه شما صحبت کن، یه دونه من صحبت کنم. بله. خب جفتتون با هم دیگه صحبت کنید. من صحبتام شنیده لایو اینجوریه، شما صحبت کنید من صحبت کنم صدام قطع میشه، شنیده نمیشه. بله. ببین آدم اگه با یکی دوست باشه روش حس دوستانه داره. خب رو چه کسی حس نداری؟ دختر همسایه، دختر بغلی که نمیشناسی طرفو، رو اون حس نداری. ولی اصلا اگه دوستت باشه روش حس داری، حس دوستانه داری. الان تو رو دختر در حد رفیق حس داری یا نه؟ ندارم. مثل دختر همسایه دیگه اون روز به من گفت نه آرزو گفتم مثل خواهر جان میمونی. بذار من صحبت کنم، شما چی نگو. شما هیچ صحبتی. الان آرزو رو ماشین بزنه بکشدش، بکشه پرپر بشه جلو چشت ببینی پرپر شدنشو، اوکی؟ داغدار نمیشه یعنی؟ چرا آقا پویا خدا نکنه اون روز میشه اصلا اون روز من جلوش. ولی چرا میگم خدا یه نکنه؟ همچین اتفاقی هم آرزو که افتاد. اصلا درد نمیکشه، آرزو واسش اصلا واسش معنی نداره، هیچ چی نشه. کسی که عذاب بکشه اطرافیانش. الان من پیش آرزو بگم آرزو ناراحت نمیشه. ببینید مثلا چند روز پیش همچین اتفاقی یه جورایی نه من کاری چند روز پیش ندارم. یه لحظه حرف منو گوش کن. ببین من حرفم چیه. من دارم میگم الان دختر پرپر شد مرد، تموم شد، ماشین زد. آقا الفاظ آخه اینی که سلوات. میخواد بگه دقیقاً به سوالتون ربط داره. آرزو هیچی نگو. پرپر شد الفات هم از سلوات، باید بری سر خاکش الواشو بخوری. اوکی؟ من یه غریبه اگه خدا نکنه اتفاق بیفته من دیوونه میشم. نه من کاری ندارم. نه با آرزو نه خدا نکنه، نه مطمئنم که نمیتونم تحمل کنم. چه اتفاقی میفته؟ نهایتش میگه آخه جوون بود مرد پرپرش. یا نه حالا برم حلواشو بخورم ایراد نداره، بذار یه لقمه حلواشو بردارم. آقا چه حرفیه؟ آدم خب من نمیتونم مثلا چه چیزی رو تصور کنم، ولی الان دلم میخواد رابطه پس چجوری به خود اجازه میدی بیای تو لایف که همچین حرفی رو بزنی به دخترت، جلوی دخترت به من بگی؟ چه حرفی رو؟ حس مادرم. خب دست خودم نیست آقا پویا، من نمیخوام خودم اینجوری باشم. دست هر کی بگه وسط پسش بیاره بده بهت. خب بالاخره خب شما گفتین منم تستم مثبت دیگه. خب من نمیخوام اینجوری باشم، میخوام حالت از بین بره. مثبت باشه باید بیاد این حرفو بزنه. حالا چیکار کنم؟ توکل کن به خدا. آقا پویا میگم یعنی من اینجوری تازگی اینطوری شدم، من قبلا اینطوری نبودم. یه چند سالی هست، شاید 4-5 سالی هست که من این حالت رو بهم دست داده، شاید کمتر، قبل از اینکه آرزو بره ترکیه. ببین اسمت چیه؟ لیلا. یا حرفی رو نزن، یا اگه حرفی رو میزنی جنبشو داشته باش، رو حرفت بمون. وقتی یه چیزی که جنبشو نداری روش بمونی تا اینجا میری تو گل گیر میکنی، چرا میای حرفشو میزنی؟ ها؟ آقا دست خودم نگو دست خودم، دست هر کس بگو پسش بیاره واسه. حرفتو بد میزنی، تو حستو حرفتو بد نمیزنی. رسما داری چرت پرت میگی الان تو لایو. رسما داری چرت پرت میگی.
الان من بهم برخورد جای آرزو، انگار مادر من اومده بهم این حرفو زده. خب آقا پویا من خودم نمیخوام خودم این حالت رو داشته عجب. باشم، دست خودم دارم میگم نیست. مگه میشه آدم نسبت به دخترش مثلا اگه نمیشه حسی چرا این پیدا حرفو کنه؟ میزنی؟ خب دارم میگم نمیخوام اینجوری باشه، دارم میگم همچین حسی در من به وجود اگه اومده. نمیخوای چنین چیزی باشه، ببین دختر لیلا با من منطقی صحبت کن. ببین یکی با من منطقی صحبت نکنه من کلم تو کتم نمیره. منطقی با من صحبت کن. اگه نمیخوای چنین چیزی باشه، وقتی من میام بهت میگم حلواشو بخوری میگی خدا نکنه من نمیتونم اون روزو ببینم تنت به رعشه میفته، پس نمیتونی ببینی دیگه، پس چرا به زبون میاری؟ نه دارم میگم حسش از من تو من خانم از بین رفت. محترم منم آقای حسشو دارم بهت آخه من میگم نمیدونم تویی الان باید که حرفمو چجوری برسونم. حسشو نداری، دارم میگم تویی که حسشو نداری حلواشو بخوری. ببین دیگه واضح دارم بهت میگم، چه مدلی بهت بگم درک کنی حرفمو. تویی که حسشو نداری حلواشو بخوری، نمیتونی ببینی، یعنی حسشو نداری چنین چیزی رو ببینی، نمیتونی مرگ دخترتو ببینی. ببین واضح دارم آقا اگه من دارم اشتباه میگم بگید داره اشتباه میگه. میگم تو که نمیتونی ببینی، خودت داری به زبون میگی نمیتونم ببینم، پس چرا به زبون میاری میگی من حسی روش ندارم و فلان؟ نمیگم حسی روش ندارم آقا پویا، از درون دارم میگم حس بین مادر دختر هست ولی نمیتونم ابراز کنم. یعنی مثلا الان قبل از اینکه با شما صحبت کنم داشت میلرزید، اصلا نمیتونستم بغلش کنم مثلا دلداری بهش بدم، دستشو نمیتونستم بگیرم. میخوام بکنم انگار مثلا نمیتونم روم نمیشه. ابراز همچین کنم حالتی یه هم. حرفیه. ببین عزیزم نمیتونم ابراز کنم یه حرفیه. آره این که همینه. من روش حسی ندارم نه مثل دختر همسایه است و حسمو فلان نمیتونم و نشون فلان، بدم. این یه چیز نه دیگه حالا است. بعد گفتم ولی منظورم اینه که حسمو نمیتونم بهش نشون دخترت بدم. داره اونجا رسما داره بهت میگه مامان یعنی تو به من حسی نداری؟ عجب آبروم رفت. تو میگه آره ندارم دیگه. نه آقا بیا اون نمیتونم حسمو بهش نشون بدم، ابراز کنم یا مثلا بغلش کنم یا مثلا حتی ما میخوابیم خب میبوسیم همدیگه رو، بوسش میکنم مثلا میخوابیم، مثلا دوست دارم بغلش میکنم چرا مثلا تو بغلم بخوابه، ولی خب یه موقعی مثلا دوست دارم دستشو بگیرم دلداریش بدم، باز مثلا اون احساس در من به وجود نمیاد، یعنی نمیتونم انجامش نمیتونم بدم. دوست دارم ولی نمیتونم انجامش یه چیزی بدم. بینمون میدونید چی میگم؟ اجازه متوجه نمیده. میشین؟ یعنی من نه که حس مادرانه قلبی نداشته باشم، نمیتونم اون احساسمو نشونش بدم، مثلا بغلش کنم پس حس گریه کنم مادرانه براش. قلبی روش داری، پس دارم. احساس روش داری، 100% بالاخره بچه از من به پس وجود مثل اومده. دختر مگه میشه؟ همسایت نیست. نه آقا پویا من پس دارم مثل میگم اون حس دوستت رو هم نمیتونم نیست. ابراز کنم نسبت آقا بهش. من نمیگم میتونی ابراز، آقا نتونه نه دمت خب گرم ابراز نکن، من خب کسی هم نه خب نخواد، مسلما ولی مثل مثل دختر دوستت همسایه هم نمیتونه نیست، باشه. مثل دخترته. پس آره دخترم هست ولی احساسمو آرزو نمیتونم بهش نشون بدم. مثل دخترش خیالت مثل دختر. راحت شد؟ مرسی که به اینجا ختم شد. خیالت راحت شد؟ نه آقا پویا این مامانم جدی کلا من نمیتونم نمیتونه بیان درست کنم. منظورشو ایراد نداره. برسونه. چند روز داره به من میگه نتونه یه چیز جداست، اصلا اون مشکل نه، من جوابشو با اون بگیره که قضیه بتونه. مشکل نه، ولی این که نه به اگه خودش مثلا هم گفتم. حس نداشته باشه اون یه چیز تو کت من نمیره. قاطی نه کرد. اصلا نه وایسا آقا پویا من چون اصلا خودم حس کردم مثل قبلا نیست مامانم باهام، مثل قبلا نمیاد بهم ابراز علاقه کنه، مثلا ابراز مامانی نمی‌کنه. دوستت دارم شاید به قربونت خاطر برم. مثلا اون حس نفرتی که اون احساس کنم تو از من داری. آقا من به پویا این گیر میدم این به من گیر میده. میدونی من همش حس میکنم آرزو وقتی من گیر میده انگار با نفرت به من میگه مامان چرا مثلا جوراب تو دستته، میدونین؟ یعنی احساس میکنم آرزو از من بعدش میاد. این حس در من ایجاد شده، منم نمیتونم مستقیما ابراز کنم علاقه‌ام بهش، اون یعنی درست من میشه. متنفره. منم اون این لحظه همچین واقعا حالتیه. با نفرت با مامانم دعوا آره میکنم. اینو من درک میفهمم، حس کردم اون که نفرت درست داره از میشه، من. من این کار بعد ندارم. یا حس مثلا مامان اینجا مادر چه دختری چیز رو هم بدی مثلا داشته یه جوری باشی، حس مادر دختری رو هم دیگه داشته باشی، داریم آقا ابراز پویا. نکردن اینطور چیزا درست میشه، حل میشه. همون هم میخوام اینا درست شه که اومدیم بالاخره مزاحمتون شدیم. جان خودم جفتتون رو خفه میکردم به خدا الان. ببخشید من منظورم بد رسوندم، ولی منظورم اینه که همین کارا نمیتونم میکنی همچین دعوا نمیتونم مثلا بغلش میکنم بوسش میکنم، خیلی موقع هم این ابراز علاقه رو کردم بهش، ولی مثلا توی دعواهای آقا بغلش پویا میکنه بوسش حالتایی میکنه. که اونجوری عصبی بهش دست میده من نمیتونم اونجوری برم طرفش. تو همچین شرایطی من باش مشکل پیدا میکنم، میدونی؟ اینا یعنی فقط مشکل نه، اینجور جاها. اینا اینجور جاها که طبیعیه اینکار اصلا عزیزم. نمیشناسمش، یه چیز نمیدونم، بذار یعنی خودش الان بهتون بگم، پشیمون حالا میشه. پس بذارید من این مشکلتون رو واسهتون بگم چیه قضیهش. آخه دیگه ولم نمیکنه.
بلدم باشه. کارم یه دونه دختر که کردن بیشتر نه. نیست آقا پویا ببین میشدم به الان کسی یه چیزی بهت گفتم دیگه، هیچ وقت دخترتو ول نکنی، همیشه بعدی اینجوری مثل بتونم کنه واقعا بچسبی بهش. هیچ هر دیگه وقت من احساس میکنی نمیتونی بهش ابراز علاقه کنی، حرف منو یاد بیار. الان من باورمون تو رو لایو میگن چی که گفتم؟ مامان پاگه آره الان همه میگن نه، میگن چه همه میگن مامانه. تو کلیپا فقط اینا با هم دیگه اوکی ان، پس در ظاهر خیلی خوب. ببین عزیزم، وقتی سن که میره بالا، مادر چرا فرزندشو ناز میده، اینجوری گوگولی مگولی لپاشو میکشه؟ به خاطر اینکه سنش کوچولوه، بامزه است، اون بامزگی و شیرینی خودش خارج از حس مادری و پدری یه حسی هست، حس بامزگی اون بچه است که نه فقط پدر و مادر، خالم رو اون بچه داره، عمو هم داره، غریبه ها هم دارن، دوست آشنا هم دارن، یه کسی هم که حتی نشناسدت اون حس رود داره، دوست داره لپاتو بکشه فلان کنه. ولی وقتی سنت میره بالا، سنت که بزرگتر میشه، دیگه اون حالت شیرین بودن بچگی رو از دست میدی، شدی یه آدم بالغ. فقط واسه تنها کسی که اونجوری شیرینی واسه شوهرتی، واسه کسی دیگه اونجوری نیستی، یا شوهرم دوست نداره. پسرت یا دوست پسرت، فقط اونه که رو یه چنین حسی رو داره. ولی الباقی افراد این حس رو ندارن رو. چرا؟ چون یه آدم بزرگ بالغی. الان شما مامانت سنش رفته بالاتر، شما هم خودت سنت رفته بالاتر، اخلاقیات عوض شده، جزم شما اخلاقت عوض شده، مامانت اخلاقش عوض شده، پیشم مسلما. نبوده. خب آقا پویا من نبودنش 6 هم سال از اصلا مامانم مثلا بوده دور. باشم همینه. ببین خانوم، هر دهه‌ای که میگذره از سن انسان، هر 10 سالی که سن میره بالاتر، توی این مدت یه سری از اخلاقیات آپدیت میشه، متفاوت میشه، همه یک اخلاق نمیمونن. حالا اون ذات طرف و کار، ذات همیشه یه جور میمونه ولی اخلاقیات عوض میشه. خب تو شاید مثلا توی این مدتی که نبودی، 10 سال پیش بوده، حدود 10 سال پیش بوده، انتظار داشتی الان بیای باز مامانت همونجوری باشه، لپات بکشه و اینجوری اینجوریت کنه. ولی مامانت 10 سال بزرگتر شد، سنش رفت بالاتر. تو این 10 سالی که نبودی، مامانت انتظار داشت تو رو ببینه، همون مثلا مثال دارم میگم، یعنی اینه که میگم منظورم اینه تو لپت انقدر بوده. مامان مثلا انتظار داشته مثلا اون آرزو لپ گنده باشه که همچین لپشو میکشید، دیده نه، آرزو استخونی شده و یه خانم بالغ شده، دیگه زن شده، بچه نیستش. خب به خاطر همین طرز برخورد یه کوچولو تغییر میکنه. ولی دوست داشتن سرجاشه، تو همچنان دخترشی، اونم همچنان مامانته. هر کدومتون خش رو بدنتون بیافته، دل اون یکی واسه اون یکی میره، یعنی اینکه میمیره، 100 بار میمیره. ترکیه بودی من بیشتر نگران بودم. از هم که دور بودیم خیلی حسش بهم بیشتر حتی بود. زنگ می‌زنم نزدیک که بیدارش ببین می‌کردم بعد آرزو، دانشگاه که گیرش نشه. این حسش به نگران من بودم. بیشتر بوده، بد داری میگی، نگاه کن، این میشه همون حرف اول من. حسش به تو هنوزم زیاده، اینجا کسی به تو بی حس نشده یا حسش کم نشده، منتها اخلاقیاتش فرق کرده. تو این دوتا رو با هم دیگه اشتباه میگیری، یا که بهتر بگم قاطی میکنی این دوتا رو با هم دیگه. این دوتا شاید شبیه به هم بیان برای تو، ولی دوتا چیز متفاوتن. مامانت اخلاقیاتش عوض شده، حسش نسبت به تو تغییر نکرده، تو همچنان هنوز همون دخترشی. 100 سال دیگه هم بیای، مامانت پیرم بشه، تو هم پیر بشی، بازم مامانت تو رو بچه خودش میدونه. اصلا تو بگو 50 سالم ندیده باشده، ولی باز تو بچه‌شو میدونه، چون میدونه که اون خودش تو رو به دنیا آورده، یعنی وجود تو از وجود اون در اومده، میدونه خودش تولیدت کرده. متوجه منظورم میشه چی دارم میگم؟ بله. و تو هم نسبت به اون همینطور میدونی مادرته، یعنی اون بوده که تو بچگی شیرت داده، بزرگت کرده فلان. چیزی تغییر نمیکنه. ولی خب اخلاق عوض میشه، مثل این میمونه. من به مامانم خیلی وابسته بودم، خیلی وابسته، اصلا زندگی مامانم. بس سنم که رفت بالا، کلا وابستگی از دست رفت، دیگه اون وابستگی رو نداشتم دیگه. مامانم هم خب مثل بچگی اینجوری لپام میکشید، نازم میداد، دیگه نازم نمیداد. مثلا دیگه شما منو آقا پویا میگه، یا شما میگه، یا من به شما میگم. مثلا من نمیگم من اون چیزو میخوام، تو بهش نمیگم دیگه، شما میگم. اون منو شما میگه، آقا پویا جان میگه. مثلا هیچ وقت بچه بودم که به من پویا جان نمیگه، پویا برو فلان چیزو بیار. الان دیگه اونجوری. خب من الان میتونم بگم خب مامانم دیگه اون حس بچگی رو من نداره، اون موقع خیلی رو من حس داشت، خیلی با من صمیمی بود. الان با من صمیمی نیست، پس حسش به من کم شده. متوجه منظورم میشی؟
Do you understand؟ Yes. مامان چه حرفی زدی، نگاه کن چی کار کرد. Yesterday. خب پس به جفتتون دارم میگم از این لحاظ مطمئن باشید که رو هم دیگه کم حس نیست. بچه‌ها من یه حرفی رو میزنم هیچ وقت الکی نمیزنم، از عمد یه سری چیزا رو میگم. من از عمد برات اون مثالای تلخو زدم. اصولا هیچکی نمیاد پیش مادر بگه بچت فلان بشه اینجوری بشه، خودم هم نمیگم، ولی از عمد بهتون گفتم حالیتون کنم که این حس از بین نرفته بینتون. متوجه شدی؟ بله. خب اینم از این. من یه لحظه برم بیام، مامانم یه دقیقه باشه. آره داره ابراز میکنه به داشته باش. خب مادر شما چیه مشکلی؟ از خود بگو ببینم شما چه مشکلی؟ منم آقا پویا، منم همینطور، یعنی حس بی‌انگیزگی، بی هدفی. یعنی من یه آدم خیلی پر انرژی بودم مثل آرزو. سال 90 من تا سال 90 هم خوب بودم، ترامبولین زدم، حتی خودم تنهایی مدیریتش میکردم، خیلی پر انرژی بودم، میپریدم، به بچه‌ها یاد میدادم. ولی کسایی که تو این شهر هستن من خوب میشناسن. ولی خب کم کم خب مشکلاتم خب با شوهرم همون سال 90 شروع شد. یعنی اون دعاهایی که براش گرفته بودن و بعدن که عذرخواهی میکنم، ببخشید عذرخواهی میکنم، ببخشید شکر میونه کلامت. ستاره ادمین پیج، هر کی میاد چرت پرت میگه توی کامنت ها، تیکه میندازه، مسخره بازی در میاره، چیزی میگه، آیدیشو سریع برام اینجا ارسال کن، من همونجا بزنم بلاکش کنم. هایدم نمیکنم، بلاکش میکنم بدون اختار. آقا هر کسی جدید اومده توی لایو، باشید لایو رو تماشا کنید، ولی اگه ببینم به همدیگه تیکه میندازید، به میزبان تیکه میندازید، به مهمونش تیکه میندازید، تو کامنت ها به همدیگه تیکه میندازید، یا توهین میکنید یا خنده های علکی میذارید، هر چیزی بلا استثنا بدون اخطار بلاک میکنم، بدون اخطار. حالا خود دانید میخواید بلاک بشید کارتون رو انجام بدید. تیکر اولین تیکر رو بیاید، این گوی و اینم میدان، منم بزنم بلاکتون کنم. دست به بلاک هم خیلی خوبه، فالوورای خودم منو میشناسن چجوریم. تموم شد رفت. خب بفرمایید شما صحبت. ببخشید مامانتون داشت صحبت می‌کرد، آره صحبتشو قطع کردم. رفت آب بیاره برای خب داشتید. بله منم یهو انرژی از دست دادم. کلا یادم شدم که همش دوست دارم تو خونه باشم، با کسی رفت آمد نکنم، بعد هیچی خوشحالم نمیکنه اینطوری. خونه همش به همش خونم جمع خونم میکنه، دوباره یه ساعت بعد میره یه چیزی برداره، دوباره اون خونه اصلا انگار نه انگار تمیز اصلا کرده. وسواس شدم روی تمیزی، ولی از این برم میرم میریزم، میرم مثلا یه چیزی برای میلو درست کنم، وسیله رو میریزم، بعد میرم یهو مثلا سراغ یه چیز دیگه، اونها همونجوری وسطه. بعد اصلا حس خوبی ندارم به زندگی کلا. یعنی فکر میکنم که بی هدفم، مثلا یه کار خوبم الان بهم پیشنهاد بشه دوست ندارم برم سر کار. منم خودم روانشناسی عمومی خوندم، پیام نور، مترجمی زبان خوندم، 2 تا لیسانس دارم، ولی جدیدا نشستم تو خونه اصلا 90 به این بر. مثلا چی خوندید شما؟ روانشناسی عمومی خوندم، پیام نور. همیشه هم رتبه اول دانشگاهمون بودم، هر ترم شاگرد اول و ممتاز. و بعد پدر خودم پزشک قانونی این شهر بود. یعنی از زمانی که پدرم فوت شد بله خیلی مشکلات درست شد. خودت فکر میکنی چند ساله که مشکل داری؟ من اصلا 90 به این بر تقریبا 90 به این بر شروع شد. خیلی خوب، یعنی یه حدود 14 سال مشکل. بله متاسفانه الان 14 سالم تنها زندگی میکنم. آرزو تو خودت فکر میکنی چند سال مشکل داری؟ من فکر میکنم که 4-5 ساله، ولی این 2 سال اخیر خیلی بد شد. ولی 4-5 سال 6 سال چیز خوبی تو زندگی نداشتم، ولی تو این 6 سال که با یه هدفی رفتم اصلا خوب نبود. از اون موقع شروع شد. من یه سوال از آرزو پرسیدم جواب داد، حالا از شما هم میپرسم شما هم جواب بدید. یه بارم از زبون شما بشنم، شده تا حالا تو خونتون یه اتفاقی بیفته تو دخترت با هم دیگه شاهد این اتفاق بشی؟ صدا بشنوید؟ نه فقط همون لرزشی که روی تخت حس کردم، که حس میکردم کف پام یکی میخواد قلقلک بده. آرزو هم همون لحظه حس میکرد میخوان بکشنش از اون تخت. بعد حس میکردم میخوام بلند شم از اون تخت. میلو هم اصلا تو اتاق ما نمیومد، الانم اصلا تو اتاق ما نمیاد بخوابه، میره تو اتاق اونوری. زوری که من پیش میلو رفتم تو اتاق خوابیدم،
راحت سرش گوش رو دستم خوابید، اصلا تکونم نخورد. از آرزو دور بود. ولی این حسای اینطوری یا گرما یهو گرمم، نه گربه است، گربه است، یهو گرمم میشه. یا اون روز که رو تخت بودیم خواب چشامو رو تا بستیم یه تصویرای خاصی جلوی صورتم چشام میاد که دهنم وا کردم برای آرزو بگم. آرزو گفت مامان منم دارم همونا رو میبینم. برام خیلی عجیب بود که چرا جفتمون بعد عین هم هنوز چشامو گرم خواب نشده بعد اینا رو ببینیم. بعد چهره ها به ترتیب یکی یکی پشت سر هم می اومد، فقط هم بالا تنه بودن. از زشت مثلا دهن باز و مثلا اینجوری حالت سرخ بود. بعد همینجوری داشت میرفت به سمت فرشته و اینا که آرزو گفت. بعد مثلا میدیدم که یکی دیگه اینجوری انگار پتو انداخته روش، حالت پلیسه رو اینجاش افتاده. گفتم آرزو من دارم اینو میبینم. گفت یکم با دیلی میگفت آها منم دیدم. مثلا من میگفتم یکی از موهاش بلنده، میگفت آره همون که داره باد میزنه. آخرین تصویری که جفتمون دیدیم من دیدم بعد آرزو، یه فرشته بود پاهای بلند کشیده، انگار کفش پاشنه بلند پاش بود مثل کارتونیا، دو تا بال دراز داشت ولی بال نمیزد، همینجوری صاف داشت میرفت بالا، صاف میرفت بدون اینکه بال. خیلی هم خوشگل و مثلا قیافش مشترکه دیگه. بعد چرا میگید نه ندیدم؟ اینا رو مشترک با هم میگید. نه به چشم نمیبینم، چشامونو که میبستیم چشام بستیم این اتفاق افتاد، ولی تو خونه چیزی نمیبینم مثل اون پرنده که آرزو دید یا اون شیطانی که دید تو صفحه گوشیش. اینا نه، من تو خونه چیزی دقت کردم چیزی ندیدم. خیلی خوب. حالا دیگه نمیبینم، آرزو میبینم. ادامه صحبت‌ها رو با آرزو انجام بدم. مرسی. برم یا باشم؟ شما فقط باشید، اگه کمک چیزی ازتون خواستن بزنم. خب آرزو قضیه شیطانه چیه؟ توضیح میدی برام؟ شیطان که نمیدونم، من اونجوری دیدم. من گفتم داشتم به میلو غذا میدادم، یهو میلو برگشت این ور رو نگاه کرد و منم اصلا بدون اینکه به چی فکر کنم واقعا برگشتم این ور نگاه کردم. چشم افتاد به گوشیم، نور افتاده بود رو گوشیم، صفحه گوشیم حالا انگار از آفتاب و اینا مثلا روشن شده بود. یهو چشام تار شد. اینجوری من خیلی میشم، چشام یهو تار میشه، انگار میرم تو خلسه، پلک نمیزنم، چند ثانیه همینجوری ثابت یه جا رو دارم نگاه میکنم، بعد اینجوری میکنم یهو به خودم میام. بعد یهو چشای من تار شد، صفحه گوشی یه جوری انگار مثلا حالت گز مثلا، بعد یه جوری انگار داشت باز میشد، من داشتم فرو میرفتم تو اون صفحه چشام که تار شده بود. بعد دورم کلا سیاه شد. قشنگ یه آدم وایساده بود، قشنگ اینجوری وایساده بود با موهای کلا سیاه، مو نداشت، کاملا قرمز با چشای سیاه و وایساده بود، داشت من نگاه میکرد. بعد من که چشامو فشار دادم به هم رفت، که بعد از اون دوباره تو چشای میلو دیدم، بعدم صدای نفس کشیدن. بعد اینا تو حالت عادی بودی یا چیزی استفاده کرده بودی؟ کاملا حالت عادی بودم، داشتم اصلا از عروسی برگشته بودم، داشتم به میلو غذا میدادم. مشروبم نخورده بودی تو عروسی؟ نه اینجا بابا نه اصلا خیلی وقت اصلا مشروبم من. خب باید بپرسم الان. آره. سوال میشه واسه بچه‌ها. میگن خب شاید چیزی مصرف کرده. آره نه هیچی کاملا حتی قرص نرمال عادی. آرام بخشم نخورده بودی؟ حتی من دکتر که نه به من قرص داده بودن که من یه بار خوردم، 1/4 اون قرص رو خوردم، باز چشامو که میبستم چیز میز میدیدم. بعد انقدر سبک شده بودم، دستامو باز کرده بودم و گفتم الان من پرواز میکنم، انقدر سبکم. اون قرصا رو که خوردم که همه بهم گفتن الان این شیطانه رو که دیدید گوشی باز شد، این قرصا رو خورده بودی؟ این قرص مال 3 ماه پیشه که من دنبال دوا دکتر بودم و پیش روانکاو و روانپزشک رفتم. اینو که من دیدم قشنگ قرمز با 2 تا چشم، یعنی من یه جوری اونو که دیدم به لرزش افتادم، واقعا ترسیده بودم ولی نمیخواستم به روی خودم بیارم که ترسیدم، میخواستم مثلا قوی بخوام رفتار کنم. شما تست شدی؟ آره من تست شدم که میلرزیدم، مثلا تو تستم کاملا فکم میخورد به هم. وسایل همه چی آوردی؟ آره همه چی آماده است. خیلی ازت میخوام تو چشم نگاه کنی آرزو. تو چشم نگاه کن. زمین بشینم که قشنگ چیز باشه. مگه کجا نشسته بودی؟ رو مبل بودم. خب خیلی خوب. چشامو نگاه کن.
چشام تار شد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. الله یا الله یا الله یا الله باذن الله. بسم الله. کف دستم دوتا رو نکن. باذن الله باذن الله. بسم الله به حق بسم الله بسم الله به حق بسم الله بسم الله به حق بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. یا الله یا الله یا الله یا الله. بسم الله. چشاتو ببند. حساب دور تا دور آرزو رو حساب بزن. یا الله یا الله یا الله یا الله. بسم الله باذن الله. زفتان اموار مکان خونه آرزو رو به صورت موقت با عزت و احترام از خونهشون خارج کن. کارمون که تموم شد برشون گردون داخل. یا الله یا الله. بسم الله باذن الله. زفتان حارسین طلاسم آرزو اگر بیرون بدنشن بگیر وارد بدن آرزو کن. همه رو از پشت کمرش وارد کن. خودت هم آخر سر وارد بدن آرزو شو. خفایا وارد بدن آرزو شو. دقیقی وارد بدن آرزو شو. همان وارد بدن آرزو شو. بچه ها پخشید تو بدن آرزو تا پشت مدیومش. هر چی که داره رو بگیرید قفل کنید. قفل تا من بهتون بگم چیکار کنید بعدش. اینها رو انهام به اذن الله پشت سر آرزو وایسید بچه ها. جفتتون دستاتون رو زیر شونای چپ و راستش. زفتان به اذن الله کل طلاسم آرزو رو ابطال بزن باطل کن. یا الله یا الله. بسم الله. الان چشای آرزو رو داشتم نگاه میکردم. یه چیز تو چشماش داشت به من نگاه میکرد که اون یه چیز آرزو نبوده، یه چیز دیگه بود که الان میخوام با یه چیز دیگه صحبت کنم که آرزو نیست. حرف بزن با من تا بهت کمک کنم. اگر نذاری کمکت کنم، همکاری با هم نکنی، میکشم. سوالو یک بار ازت میپرسم، همون بار اول بهم جواب دست با این دیگه دست به صورت نچسبه. همون بار اول بهم جواب بده. اگر جواب ندی اذیتت میکنم. من کل طلاسم آرزو رو به اذن الله ابطال زدم، باطل کردم.
یعنی این دختر دیگه طلسمی نداره از الان به بعد، یعنی زبونش قفل نیست، زبون بند نداره، چون طلاسمش باطل شده. پس بهونه ای نداری با من حرف نزنی. صحبت میکنم با من حرف بزن تا بهتون کمک کنم، به جفتتون. فهمیدی به چی گفتم یا نه؟ اگه فهمیدی با سر بهم اشاره بده، سر تو بالا پایین کن، بگو فهمیدم. فهمیدی حرفای منو؟ خیلی خوب. پس بیا با هم دیگه صحبت کنیم. من ازت سوال میپرسم، تو هم بهم جواب بده. چند ساله که با آرزویی؟ کسی باش صحبت نکنه. چند ساله که با آرزویی؟ منتظرم که جواب بدی. سر تکون نده، جواب بده. چند ساله که همراه آرزویی؟ ها؟ چند ساله؟ Sayonara illallah ya birra ya چند ساله باشی؟ بگو اذیتت نکنم. چند ساله باشی؟ ها؟ بلند، با صدای بلند. من صدا تو باید بشنوم. این صدای پایین به درد. صدای بلند، بلندتر. 7 ساله باشی. تویی که 7 ساله باشی اسمت چیه؟ خودتو معرفی کن ببینم. اسمت چیه؟ ها؟ ابلیس. اسمت چیه؟ هم؟ جن. اسمت چیه؟ خودتو معرفی کن. یالا. اسمت چیه؟ ها؟ اسمت چیه؟ اونو دورش کن مامانش. دورش کن ازش. اسمت چیه؟ ها؟ ابلیس. اسمت چیه؟
بگو یالا حرف بزن. اسمت 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 چیه؟ مامانش اینجایی؟ بله آقا بیا. گوشی بگی تو دسته. خفایا خودش بدی به سمت عقب بخوابونیدش رو زمین. همتون با هم بخوابونیدش رو زمین، بخوابونیدش رو کمرش. پشتش چیه؟ پشتش مبله؟ بله آقا بیا. بله. ای وای. چیکار کنم؟ شما چی؟ شما گوشی تو دستت نگه دار. بله. بچه اینو بخوابونیدش رو زمین. رو زمین رو زمین رو زمین. برو عقب، برو عقب، بخواب رو زمین. عقب 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 عقب. بخواب. پار دراز، پا دراز، دراز بینم. پار دراز کن. برو بالا سرش وایسا. برو بالا سرش. خوب بگیر، قشنگ بگی ببینم بالا سرش ببینمش. خیلی همونجا نگه دار. یا الله یا الله یا الله یا الله باذن الله، به حق الله، به حق زعفر. اسمشو میپرسم، میخوام ازش جواب بشنوم. اسمشو میخوام بشنوم، سکوت نمیخوام. یعنی هر کاری از دستتون برمیاد انجام بدید، اسمشو بهم بگه، پدرشو در بیارید. برای آخرین بار ازت میپرسم، اسم چیه؟ با صدای بلند صداتو بشنوم. اسمت بلند. میگه ندارم. به اذن الله، به حق الله، به حق الله، به حق الله شکنجهش کنید. شکنجهش کنید تا زمانی که من بگم بسه. اذیتش کنید، اذیتش کنید، اذیتش کنید، اذیتش کنید، اذیتش کنید. اسمتو بگو، چی بگم راحتت بذارم. جن اسمتو بگو. اسمت زعفر. اسمت چیه؟ اسم لعنتی تو بگو. اسمت چیه؟ بچه ها تا واقعی که نگفتم شل نکنید، همونجا اذیتش کنید یه سره. اسمش چیه؟ ها؟ ابلیس اسمت چیه؟ میگه شیطان آقا بیا. مامانش آیت الکرسی بله بلدی؟ بله. انگشت شستتو بزن تو نمک. نمک بدارم بیارم آقا بیا. نمک در دستم نیست. من که گفتم بیارید. نه گوشی آخه آب نمک رو درست کردم. آب نمک و شکری که گفتی رو. نمک هم یه لحظه جداگانه باید توی خب نرمیکی الان برسید بیارید. اینجاست دیدم نمکتون هست. خیلی خوب. انگشت شستتو بزن تو نمک. اجازه بدین آقا من این نه که باز کنم. ای بابا اینم باز نمیشه آقا. اسمتو نمیگی ها؟ خب بزن تو انگوش نمک. شستم انگشت شستتو، انگشت زدم. شستتو بچسبون وسط پیشونیش، وسط پیشونی فشار بده. بله. حالا آیت الکرسی بلند بخون. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم ولا خلفهم
ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض ولا یئوده حفظهما وهو العلی العظیم. تا همینجا بسه. دوباره از اول تا هو العلی العظیم که میاد از اول تکرار کن. بسم الله الرحمن الرحیم الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم بیا نمیتونم. ادامه بده. وای نس اصلا وای نس ادامه بده. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم ولا خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض ولا یئوده حفظهما وهو العلی العظیم. اسم چیه؟ اسم کافر. اسم چیه؟ اسمت بخون. بخون بلند. بخون مامانش بخون. بسم الله الرحمن الرحیم الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم ولا خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض ولا یئوده حفظهما وهو العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم ولا خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض ولا یئوده حفظهما وهو العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم ولا خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض ولا یئوده حفظهما وهو العلی العظیم. اسم چیه؟ بگو بگم شل کنم. اسمت. زفر. اسم تو بگو بهم. جن اسم تو بهم بگو. اسم دروغ بهم نگو. اسم را واقعی تو بگو. اسمت. اسم واقعی تو بگو. میثاق. با انگشت یه دونه به علاوه بکش رو پیشونیش. انگشتو بردار. خوب گوشی خوب از بالا بگی من ببینمش. از کج نگیر. قشنگ قیافه‌شو میخوام ببینم. اون کسی که این طلسمو برای این دختر سفارش داد تا اون دعا نویس گور به گور شده این طلسمو بنویسه اسمش چی بود؟ سریع جواب بده. سریع. آرزو چند تا طلسم داره؟ مامانشی خورده دورتر شو. گوشی دورتر کن من ببینمش. خیلی کات باشه. آرزو چند تا طلسم داره؟ آرزو چند تا طلسم داره؟ ها؟ چند تا؟ آرزو چند تا طلسم داره؟ 6 تا. از اون 6 تا چند تاش از طرف فرا بود؟ 5 تا. یکی دیگه از طرف کی بود؟ اون یکی دیگه از طرف کی بود؟ اون یکی دیگه از طرف کی بود؟ مامانش خود نمک بریز تو دستت.
هر وقت بهت گفتن یه خودش اینجوری با ضرب بپاشون تو صورتش. باش. بله. هر وقت بهت گفتم یه خورده بپاشون تو صورتش. باش. هر وقت بهت گفت باش. میتونی توی دستت گوشیه توی با این دستت بپاشونی؟ آره. یه دستم گوشیه، یه دستم اینم نمکم میپاشونم دیگه. اون خیلی زیاده، اونقدر آها. نپوشون. یه خورده با انگشتت باید بگیری اینجوری بپاشونی تو صورتش. آها بزن. اونجوری. باش. بله. بفرمایید. اون یکی دیگه به اسم کیه؟ اون یکی دیگه از طرف کیه؟ به اذن الله سوال ازت میپرسم جواب بده سریع. اون یکی دیگه از طرف کیه؟ بپاشون. به اذن الله از طرف کیه اون یکی دیگه؟ محکم اینجوری بپاشون دارم، یعنی نمک نزن که. از طرف کیه اون یکی دیگه؟ ها؟ علی. چیه تلسما؟ شیشه تلسما چه تلسماییه؟ بگو اینم دختره ببینم چه تلسمایی داره. زود باش. زود 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 زود. زود باش. تلسمای آرزو چیه؟ جدایی. خب دیگه دیگه تنهایی. خب دیگه سومیش. غم. ناراحتی. خب چهارمیش. 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 حرف بزن تا اذیتت نکنن، حرف نزنی اذیتت میکنن. چهارمیش. زود باش. چهارمیش. زندگیش. زندگی چی؟ زندگی چی؟ درست بگو. زندگی چی؟ زندگیشو بگیره. پنجمیش. پنجمیش. جن. پنجمیش. روش نشه با کسی. روش نشه. ششمیش. مریض شه. مریض. مریض شه که شد. همین. چند نفری تو بدن آرزو؟ تعدادتون چند نفره؟ چند تا جنی تو بدنش؟ چند تا جنی تو بدنش؟ تو بدن این دختر چند تا جنی؟ استغفر یا بیره. چند نفری تو بدنش؟ 4 نفر. 4 تا. بتر کنیدش. بتر کنیدش تا زمانی که من گفتم، هر وقت گفتم شل کنید شل کنید. بیشتر به سر گلوش فشار بیارید. بلند بلند صداتون نشیدم. بلند بلند. شل کنید.
مامانش یه خورده دوربین رو بگی عقب‌تر. شل کنید. چند سالته؟ تو که داری با هم حرف میزنی چند سالته؟ سن تو من بگو اینم چند سالته؟ 6000 6600 6600 آقا بودم. قبیله چیه؟ از کدوم قبیله ای؟ از چه قبیله ای هستی؟ از چه نوع جنی هستی؟ آه؟ شیطان آه؟ از چه نوع جنی هستی؟ کافر از چه نوع جنی هستی؟ شیطان نوع تو بگو به نوع تو يه- بهم بگو. نوع يه- تو بگو. چی؟ يه- یهودی چی؟ یهودی یهودی اینو تو یهودی. نخواستم، نوع تو خواستم. بازی در نیار با من. نوع تو بگو. چنو چی؟ میگه چه نوعی؟ چه نوعی هستی؟ ها؟ نوع تو بگو. قبیله تو بگو. نوعت هم نگفتی، قبیله تو بگو. بگو بینم. بگو بینم. میدم شکنجت کنم تا خود صبح. جن قبیلت چیه؟ ها؟ قبیلت رو بگو. قبیلت چیه؟ مامانش نمک رو بگیر تو دست، هر وقت بهت گفتم محکم بپاش تو صورتش. باشه. به اذن الله. قبیلت چیه؟ قبیلت رو بگو. باش. بپاش. قبیلت 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 رو بگو. ابلیس قبیلت رو بگو. بلند بلند بگو بشنوم صداتو. قبیلت صفیان چیه؟ چی میگه؟ صفیان نمیدونم یه همچین چیزی میگه. بلند بگو بشنوم صداتو. چی؟ نه میگه نه. بلند بگو. ببین اذیتت میکنم ها. نه و اینطور چیزا من ندارم. باید بگی. گفت دفیان یا گفت صبیان. نمیدونم صفیان نمیدونم یه همچین چیزی گفت. دوباره بپرسی. قبیلت چیه؟ قب... صفیان صفیان. یهود صفیه. شکنجش کنید. شکنجش کن تا زمانی که من بگم بسه. یا الله یا الله یا الله یا الله. بسم الله باذن الله. به حق الله. به حق الله. به حق الله. به حق الله. به اذن الله. به اذن الله. به اذن الله. کل بدن شویی. به اذن الله. به حق الله. شکنجش کنید. شکنجش کن کلا به رعشه بیافته. یا الله 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 یا الله. شروع کنید. شروع کنید. تا من نگفتم بسته همینجا ادامه بدید. من رعشهش رو ببینم.
یا الله 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 دست پایین دست بیار پایین میدم یا الله یا الله یا الله یا الله بتر کنیدش بتر کنید بتر کنید بتر کنید بتر کنید پدرشو در بیارید پدرشو در بیارید پدرشو در بیارید کل بدنش به لرزه بیفته بتر کنید بتر کنید بتر کنید خفای به شکمش فشار بیار فشار بیار فشار 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 خیلی به گلوش فشار بیار فشار 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 برو بالا سرش برو بالا سرش برو بالا سرش از دور بگیر گوشیو از دور برو بالا سرش بتر کنی بزن یا الله یا الله یا الله آیت الکرسی رو بخون بسم الله الرحمن الرحیم الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ولا خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ادامه بده بگو تا من بگم بس. بسم الله الرحمن الرحیم الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ولا خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نمکو بگید بسم الله دستت هر باری که میخونی یه بار نمک بپاش تو صورتش. بسم الله الرحمن الرحیم الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ولا خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسته 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 کل طلاسمشو باطل کردم به اذن الله. یعنی هیچ کاری دیگه ندارید با این دختر، هیچ کاری تو بدنش ندارید، آزادتون کنم، گورتون رو گم میکنید برید دیگه برنگردید یا میمونید؟ کدومش؟ بلند بلند جواب بده صداتو بشنوم. آزادتون کنم گورتون رو گم میکنید برید؟ میمونم. میمونید؟ نمکو یه جوری محکم بپاش تو صورتش، یه آیت الکرسی قوی بخون با صدای بلند. الرحمن الرحیم الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه تا زمانی که نگفتم همونجور بزنید. في السماوات ولا في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ولا خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ولا خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ادامه بده. ادامه بده. بپاشون ادامه بده. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ولا خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ولا خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده حفظهما وهو قاطی کردم خودم آقا نمیتونم صدا میلرزه. هو العلی العظیم. هو العلی العظیم. صدق الله. میری یا میمونی؟ میگه نمیخوام برم.
نمیره؟ نه با خودش هم خیلی صحبت میکنه، میگه من نمیخوام برم، بزنید میخوام بزنید فقط بزنید تا زمانی که من بگم بسته. بزنید بشکنید گردنشو، بشکنید گردنشو، بزنید قفل کنید، کلا بدنش منقبض شه، قفل شه، قفل بدن قفل کنید، قفل منقبض کنید بدنو، منقبض کنید. الان تو چنگ منی، الان من هر کاری بخوام باید بکنم میکنم. گورو تو گم میکنی، میکنی، میری یا نه؟ حرومی، میری یا نه؟ شیطان، میری یا نه؟ ابلیس، میری یا نه؟ میری یا نه؟ میری یا نه؟ نمیری به اذن الله، به حق الله، به حق الله، به حق الله. هر چی تو بدنش گرفتید رو بیار تو گلوی آرزو فشرده کنید. همشونو بیار تو گلوش فشرده کنید. یا الله یا الله یا الله یا الله، بسم الله. خفا یا به اون بالا سرشون نگهشون دار. الباقی بچه‌ها پخشید تو بدن آرزو تا پشت مدیومش. هرچی طلاسم و مریضی و کثیفی و درد و مرض داره رو بکنید، از بدنش جدا کنید، بیار تو گلوش فشرده کنید. یا الله، شروع کنید. با فرمان من به اذن الله، هر وقت بهتون گفتم همشونو با هم دیگه همزمان بکشید، بسوزونید، بکشید، آتیش بزنید. آماده؟ یا الله یا الله یا الله یا الله، بسم الله، شروع کنید. بسوزونید. زفتان پخش شد تو بدن آرزو تا پشت مدیومش. هرچی جا مونده رو همونجا بسون، از من ببر. یا الله یا الله، بسم الله، باذن الله. تو سر پیشونیشو بسوزون، چشما و گوششو بسوزون، تو بینی و دهنشو بسوزون، تو گلو و کتفاشو بسوزون، تو کمر و دستاشو بسوزون، تو کف دستا و انگشتای دستشو بسوزون، تو سینه و شکمشو بسوزون، تو پا و کف پاشو بسوزون، تو انگشتای پاشو گردنشو به اذن الله بسوزون. دستا باز، دستاشو باز کنید، باز. بسوزونید، قشنگ بسوزونید. یا الله یا الله یا الله. با فرمان من به اذن الله، هر وقت بهتون گفتم کل بدنشو یهو بسوزونید، پوتش سفید پاکسازیشه. یهو. آماده؟ یا الله یا الله یا الله یا الله، بسم الله، شروع کنید. چند تا نفس عمیق بکش آرزو. هر وقت توی بینیت یه بوی سوختگی خیلی ضعیفی حس کردی به من بگو. تو دهنت یا ته حلقت هم یه کوچولو به تلخی یا شیرینی میزنه. هر وقت زد به هم بگو. پشت پلکات یه حاله زرد میبینی، هر وقت رنگ سفید یا آبی شد بهم بگو، باشه؟ خیلی خوب. صبر کن یکم دیگه حس میکنی. چی؟ الان هم سوختگی حس کردم، هم حاله زرد بودم. حاله زرد هنوز سرده. خفایا کمکش کن، پاشو بشینه، پاشو بشین. اینها رو انهام کمکش کن، از شوناش بگیر بلندش کنی. آرزو پاشو بشین، کمکش کنی بچه. همتون با هم از نوک انگشتای پاش تا بالا. خفایا میگم اساق وارد بدن آرزو شو.
اینها رو انهام وارد بدن آرزو شید بچه جفتتون. از نوک انگشتای پاش تا بالا پاتو جمع کن قشنگ بشی. برو عقب میخوای به مبل تکیه بده. از نوک انگشتای پاش تا بالا اگر چیزی باقی مونده هول بدید بیاد بالا از دهنش بریزی بیرون. یا الله یا الله یا الله یا الله بسم الله. خانم مشما رو به دست دختره. مشما رو بگیر. باذن الله باذن الله باذن الله. اخرج اخرج اخرج. بیرون بیرون بیرون. هر چی تو بدنشو بریزید بیرون. هیچی نمونه. هیچی کلشو بریزید بیرون. کل بدنش پاکسازیشه. اخرج اخرج اخرج. اگه خواستی و بیاری بالا بیار بالا. راحت سرتو بکن تو مشما بعد بیار بالا. سرفت گرفت تو مشما. بعد از سرفت آب دهن قورت نده بریز تو مشما. باذن الله. اخرج اخرج اخرج. بیرون 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 بیرون. کل بدنش پاکسازیشه. کل اون سموم رو از بدنش بریزید بیرون. هیچی تو بدنش نمونه. همه رو بریزید بیرون. بیرون 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 بیرون. بریزید بیرون. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. تو مشما تو مشما. بیرون 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 بیرون. مامانش آروم پشتشو بمان. پشت بچه رو بمان. بیرون. اخرج اخرج. اون یه لیوان آب شکر نمک درست کرد الان بیار بده بهش. قشنگ همش بزن. با دست نه با دست نه با دستمال کاغذی. قاشق از توش در بیار. بده دست دخترت اونا. بنداز دستمال تو مشما. بده دست دخترت. بدون اینکه مزه کن تو دهنت. با 2-3 قلوب همشو بده بالا بخور. بخور بره بالا. بالا 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 بالا. سری لیوان از دستش بگیر بالا بیار تو مشما. پشتشو آروم اینجوری با مشت قوی بزن. با داخل مشت. با توی مشته. مشت کن دستتو اینجوری. خیلی. اون یه لیوان آب گلاب بهش بده. یه قلوب قرقره کنه مثل مسواک زدن. یه کوچولو بریز تو دهنت. سر بده بالا. قرقر قرقر تو گلوت قرقره کن. آب نمک نه آب گلاب. بله آب گلاب. سر بالا. لیوان از دستش بگیر. سری. مشما رو بده بهش. بریز تو مشما. یه دستمال کاغذی بهش بده لباشو پاک کنه. لباتو پاک کن. بریز تو مشما. آب گلاب بهش بده. هر چقدرشو میتونه سر بکشه بخوره. هر چقدرشو میتونی سر بکش بخور. بچه‌ها به اذن الله بدنش خارج شید پشتش بخچید. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله بسم الله. پشتش بخچید. نه آروم چشاتو باز کن. آروم. گوشی رو روبروی صورتش. با دست نه با دستمال کاغذی. خوبی؟ چطوری؟ خوبم الان. مبارکت باشه. مرسی. پاکسازی شدی. ترسمت هم باطل شد. اصلا بدنم داره خنک میشه. حالا آقا پویا منم اصلا حس گرما خیلی احساس میکردم. گوشم داغ شده بود. خودت هم احتمالا مشکل داری عزیزم. دستتون مبارکت باشه. مرسی. تموم شد الان واقعا. تموم شد. البته خونت هم باید پاکسازی شه. مامانت هم چک کن اگه مشکل داره پاکسازیش کنن. بعد خونتون رو پاکسازیش کنن که کاملا تموم شه. سرم داره هیچ میره. این مشماری 2 ساعت نگه دار کنارت. احتمال داره تو این 2 ساعت بالا بیاری حسابی. یا سرفه‌های شدیدی کنی یا احتمال داره چیزی. ببین من نمیدونم تاریخت که عادتت خب ولی احتمال داره زود بشی. اگر مثلا تازه شده باشه تموم شده باشه احتمال داره دوباره بشی الان. و زمانی که بشی چه اتفاقی میفته؟ یه چیزای سیاه ازت دفع میشه. سیاه رنگ مثل لجن. نترس. دارم پیشا پیش بهت میگم نترس. اگه چنین چیزی شد واسه اکثر بچه‌ای که پاکسازیشون میکنم اتفاق براشون میفته. همشون هم میترسن. نترس. این طبیعیه.
بدنت داره اون سموم رو دفع میکنه از خودش. یه باشه؟ حس یه حالت سرگیجه دارم انگار. همشون رو کشتم، خیالت راحت باشه، میدونستیم هیچی نم. میدونستیم تلسما همین خانم زاده. آقا بیا مهم نیستش، حالا دیگه شما پیگیرش نباش. بعد چیزایی که به ستاره میگه دقت کن، رعایت کن، مو به مو انجام بده. چشم. مرسی. یک دنیا ممنونم. حالتون هم خوب شد، بهتر شد، بیا تو لایو بگو خواهشن اینا. نه حاجی مکه. نه حتما. بچه‌ها رو میاریم پاکسازی میشن، خوب میشن، بعد میان تو دایت کامنت ها هم نمیگن، تو دایرکت نه آقا پویا ما حالمون خیلی خوب شد فلان. خب لامصبا بیا تو لایو بگید دیگه اینا. آقا پویا میلو اومده بود گوش میکرد که شما گفتید ببرش اون ور. آقا پویا من الان لرزش دارم. گربمون داشت بو میکرد آرزو رو. حس سرما دارم میلرزم. من حدس میزنم اون چرا آره اومده باشه. منم فهمیدم بعد چی اومده دیگه، گفتیم ببرش اون ور من بردم. صداشو میشنیدم داشت نگاه اصلا می‌کردم. نزدیک شده بود با یه حالتی. من الان دوباره همون لرزش دارم، کامل دارم میلرزم. مثلا پامو ببینید چه جوری میشه. نمیتونم مثلا نگه دارمش. الان برو یه دوش آب گرم بگی، سبک میشی. مبارکت باشه. خیلی ممنون. مرسی. زنده باشی. زنده باشی. دستتون درد نکنه آقا پویا، خیلی سلام. کمک بزرگی کردید واقعا. لطف کردید. مرسی. ما وظیفه‌مون انجام. من چیو بزنم؟ داره دفتر حس ابراز مادر نشد. احساسات داره میکنه به خدا داشتم آیه تو رو پرسی میکنم گریه میکردم اصلا نمیتونستم. اینا اصلا همه واقعا ابراز احساساته. بغل کنید هم دیگه من رو. گریه‌مونو دیگه مادر دیگه واسه احساساتش دیگه چیکار کنه تو ببینی احساسشو؟ دیگه چیکار باید واسط بکنه؟ شاید تو نمیدیدی ابراز احساساتشو. برید قطع کنید، برید همدیگر بغل کنید، هر کدوم کنید ماچ کنید، برید. مرسی ما رو آقا. احساساتی خیلی نکنید. ستاره جون ممنونم. ممنون آقا پویا، خیلی مرسی. لطف کردید. مرسی. ممنون. بدرود. مرسی. مبارکتون باشه. خیلی ممنونم. مرسی. خواهش می‌کنم. خدا. بدرود. خب شکر خدا یه پاکسازی دیگه هم انجام شد به خوبی و خوشی.